اینجا ایران حاجی کساله نبوده یه روز خوبی ستش لژندری اگه دووم نیاری یه نوبی کرونا گرونی تورم به زور بخور یه نونی اعتراضم ممنوع وگرنه سافیری توی گونی اینجا پلیس مسئول امنیت تو نی تجمع کن به پاخیش تا نمونه برا تو جونی انقدر باتون بخور تا نمونه باقی از تو خونی به همین زیبایی از دستمون خارج شد جوونی اینا حقیقتا پخش نمی‌کنم من جو منفی پت انصاریان باقی نذاش برام حرفی دعای 8 میلیون نبود دمون دردی یه واکسن کافی بود که از خرید دریغ کرد اینجا به ظاهر میگن آزادی حولت میرسد هر بادی توی کشوری که نداره هیچ راهی باید زندگی کنی اجباری الان دیگه رسما یه روحی پاشو از خواب مسئولی واکسن نمیکنه کنترل دولتی که میبرد به هر سویی پاشید از خواب حقایق اهمیت نمیدن به احساسات با غصه و غم خوردن حل نمیشن هیچ کدوم از مشکلات پاشید از خواب حقایق اهمیت نمیدن به احساسات با غصه و غم خوردن حل نمیشن هیچ کدوم از مشکل سیاسی کردن واکسن مرگ بیشتر مردم داشتن ذهنی مریض و سم ترویج دادن اخبار زرد و به جا خرید واکسن خریدن دوربین بهتر تردد در شب ممنوع حالا جریمه شو بیشتر آره اینجا همه چی به چپونه تو هم خوبی نمیدونی ولی خودتو بردی کوچه علی چه مهمونی آقا داداشون انسان میکنه قاچاق عجب حیوانی پدر مسئول معلوم بود در میاد چه پسر داغون درس بخون بگیر دکترا آخرام بیکار بشین تو خونه سر تو گذاشتن کل زندگی برای پارتی دارا آسونه تا کمر بشو تو دلار تا خرجت بره برای درمونه براشون مهم جون سیاه‌پوستا ولی جون ما به چپ همش دولت نیست فکر ملل نیست فکر خودش همه دست میندازن همدیگه همه تفکرها بی خوده به جا حمایت از محک و بقیه مؤسسات خیریه میلیون ها میشه خرج انگار تتلو علق که وضعیت تخمیه اومدیم به دنیا یاد دادن چطوری بزنیم حرف ولی پاش که رسید سیستم گفت بشیم ساکت و خف گرفتیم خفه خون هرچی حرف حق بود شد درد به درک من هرچی بخوام میگم حتی به غلط پاشید از خواب حقایق اهمیت نمیدن به احساسات با غصه و غم خوردن حل نمیشن هیچ کدوم از مشکلات پاشید از خواب حقایق اهمیت نمیدن به احساسات با غصه و غم خوردن حل نمیشن هیچ کدوم از